در زندگی وقتی که شما زن در نکاح خود در آوردین، خداوند میگوید با آنها معامله خوب کنید، با آنها زندگی نیک را انجام دهید. فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ، بین در دوام خدا چی میگوید؟ اگر مبادایی که شما این زنها را دوست نداشتید، این زنها وقتی که برای شما پسند نباشد، ممکن از روی جمال، ممکن از روی خصلت، ممکن از روی رفتار اگر به شما معقول نباشند، فعسى ان تکرهوا شیئا و یجعل الله فیه خیرا کثیرا. ای بنده من، خدا میگه هوشیار باش، اگرچه همین زن به تو معقول نیست، اگرچه شکل همین به تو معقول نیست، گفتارش به تو معقول نیست، شاید که در آن چیزی که خدا میگوید برای شما پسند نباشد، برای خدای شما پسند باشد. شاید که همین زنی که خوب صورت نیست، خوب رفتار نیست، شاید که همین زن برای شما فرزندهای بهترین تولد کنه. شاید که تو این طلاق دهی، تو این از نزد خود دور کنی، یک زنی زیبا صورت بیاری، یک زنی زیبا رفتار بیاری، لکن ممکن که مثل این خدا میگوید با تو فرزندهای خوب تولد نکنه. در آن چیزی که شما بد میبینین، شاید خدای شما و نقص بینه. این خدای مهربان به سوی بندگان، به سوی مردها مراجعت دارد. پیغمبر خدا هم چی میگوید؟ لا یفرک مؤمن مؤمنة این کره منها خلوقا رضی منها آخره. این حدیث ابو داود است. پیغمبر خدا گفتند ای مردها، وقتی که از زنها شما اگر گفتار ناخوب میشنوید، یا در معامله زندگیتون جنجال میکنید، یا اینکه یگان دشنام برای تو میدهد، یا اینکه از خانه قهر کرده میرود، لا یفرک، پیغمبر گفتند تو غمگین نشو، تو خشمگین نشو، در طلاق کردن شتاب نکن، رضی منها آخر، شاید که فعل دیگری زن تو را راضی کنه.